دوستان عزیز، اسم شما فعلا وارد تصویر کنید. ما فعلا در محل تقاطع دو قریه است اسناد شدیم و همراه دوستای عزیز فعلا همینجا پیاده شدیم. یک از دوستای ما که فعلا پهلوی ماست، همراهش صحبت میکنیم و در موردی همین ساحه کمی صحبت میکنیم که دقیقاً مربوط به کدام منطقه میشه و توضیحات بیشتر همراه از دوست ما که فعلا تشریف داره همراهش صحبت میکنیم. سلام. سلام. یاسین جان جور است؟ بخیر. سلامتی، صحت خوبه؟ بخیر باشی. خدا اگر یک معرفی کنی و هموطنایی که خودت در تصویر میبینن، اگر خود یک معرفی کنی بسیار خوب میشه. هموطنان عزیز، یاسین جعفری هستم از ولایت دایکنډي، ولسوالی امیری میشه. اومدیم امروز تفریح آمدیم به طرف خود. بسیار عالی. خب یاسین جان، در مورد همین ساحه که فعلا ما دقیقاً نصاد هستیم، همراه مابقی دوستایی که فعلا تشریف داره، اگر صحبت کنی که این ساحه دقیقاً کجاست، محل تقاطع دو قریه است فکر کنم، اگر خودت توضیح بدی بسیار خوب میشه. دوستان عزیز، ما فعلا به جایی که موقعیت داریم اینجا به نام سر کمر است و این قسمت هم که میشه تا او بالا را که میشه از اون طرف به طرف مشنوک است و اینجا فعلا خود سر کمر است و این منطقه را که شما دوستان عزیز میبینین اینجا به نام پیکجک است از منطقه رباط و او کوی بالا را که میبینین او کوی به نام کوی سلیمان است که بسیار زیاد معروف است و این منطقه هم به طرف پایین که میره، این طرف هم تا پایین ادامه داره و طرف رباط. خب منطقه رباط است. بسیار عالی. تشکر یاسین جان. بخیر باشی. سلام. خیر. میشه خود یک معرفی کنی و بیننده ما که شما را در تصویر میبینه؟ من رباط هستم. خب اسم شما؟ محمد حسین است. اسمتان محمد حسین است. بسیار خوب. در اهالی این منطقه رباط هستین؟ بله. بسیار خوب. خب هموطن عزیز، میشه در مورد صحبت کنیم که ما میبینیم که در مرکبتان فکر کنم که علاجات بار کردیم، کجا روان هستین، از کجا آمدین و کجا میرین؟ مرکب آرد بار کردیم، از سیاه میرم در خانه. خب فعلا آرد کردین؟ آرد کردیم. خب گندمتان آرد کردین، طرف خانه روان هستین؟ خانه تان طرف بالا هسته؟ این بالاتر گم بسیار خوب، بسیار خوب. هموطن عزیز، این ساحه فکر کنم مربوطات منطقه رباط میشه و اسم کوچک هم داره، فقط به نام رباط یاد میشه. رباط قبور میشه. خب این رباط قبور میشه. بسیار عالی. خب هموطن عزیز، میشه در مورد محصولات امسال صحبت کنید که چه رقم بود دوازهای کشت وزارت در رباط؟ کشت نبود. خب بخاطر که آب نبود کشت نشد. بسیار عالی. او کم بوده. بسیار خوب. نسبت به سالهای قبل محصولاتتان کم بوده؟ بسیار عالی، بسیار عالی. خب آسیایتان در کجا موقعیت داره؟ آسیایی که شما آرد میکنید؟ آسیای برکیسته؟ آسیای صفحه. خب میشه در مورد صحبت کنید که پروسه آردتان وقتی شما گندم رو واسه میبرین فکر کن براتون چی رقم آرد میکنه، دستمزدتان چه رقم است؟ آسیا چی مقدار دستمزد از شما میگیره در بالا که براتون آرد میکنه؟ 3 من. خب 30 من براتون آرد میکنه. 1 منشن مربوطی
کسی که صاحب اصلی است مربوط از اون میشه تو است؟ 3 من به کیلو منجا برای ما میمونه 1 منچه خب بسیار عالی. فقط 29 من برای شما میمونه، 1 منچه مربوط به کسی که صاحب اصلی است آرد میکنه مربوط از اون میشه. بسیار عالی. خب فعلا طرف خانه روان هستیم. بسیار خوب، تشکر، سلامت باشی، یک جان سپاس، بخیر باشین. مودا شرم کدا بند زوارا میشه در مورد این ساحه کمک صحبت کنیم که مربوط چی نام داره و مربوط کدام منطقه میشه، مربوط به آباد میشه یا مربوط به بخور میشه؟ این ساحه دقیقاً چی نام داره؟ بله. توغای مربوط به منطقه آباد میشه. بسیار عالی. خب پیش صحبت کنید که چند دانه در کل مال و گوسفند، در کل چند دانه گوسفند همراه گوز پیش شما موجوده که شما چوپانشان هستین؟ 150. بسیار خوب. میشه بگی که قیمت هر گوسفند، یک گوسفند معمولی یا گوز معمولی قیمتش چنده، در خانه چند خرید فروش میشه؟ ما یک سوداگرش نیستیم اون دیگه سودا کنیم خب بسیار عالی. یک گوسفند اینه در خانه 5-6 هزار یا 7 هزار گوسفندهای خردتر باشه قیمتش هستی، باز بزرگ قیمت شاید پایین‌تر باشه. موگی عاشق شده از ما میپرسی گیرد موی خون بیدی فیتر سر کن موگی عاشق شده از ما میپرسی